بیشتر هم زد. با خر رنگ طرفی. بابا خوردم از این. بابا چه محبتی. بده بکنه. چه آشی پختم یعنی بیا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز که ما رو دارن از کانال آقای حامد تبریزی نگاه میکنن. سلام. محمد کریمی، مرتضی نجفی. آقا میخوایم ایستگاه حامد رو خیلی بدجور بگیریم. اول از همه لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم بزنید. حامد آقا مهدی بیرونن، ما باشون هم کردیم که چیزی نخورن، یا آش واسه شون پختیم که انگشتاشون هم باشون بخورن. قراره آمورتو جورابو نشون بده. کثیف. این جورابو قراره در بیاریم بندازیم توی این آش. میدونی چی میگم؟ ولی قبلش ما 2 تا کاسه میکشیم، اون 2 تا کاسه سالمو میذاریم جلوشون. اینا که اون 2 تا کاسه رو خوردن، جورابو برمی‌داریم میندازیم تو این، میان میگیم آقا یکم دیگه میخوری، هم زدنی این جورابو بهشون نشون میدیم. اونجاست که حال اینا دیدن داره. من همونجوری چی فلفل البته آقا مهدی میدونه، فقط حامد نمیدونه. آره آقا مهدی اما همیشه آقا مهدی خوشمزه‌اش کنم من یه فلفل فعلا برم واسش. چی پختم انصافا کاری ندارم. میسوزه. مثلا حامد تون دوست داره، اولش عشق کنه بعدش بذار بوی جوراب قشنگ بره. نه الان نه، اون کاسه دومیه است. دارم زنگ میزنم به حامد. لایک و کامنت یادتون نره. سلام از آقا. خوبی؟ مخلصم. سلام آقا. میگم کجایید؟ که میرسید؟ چیزی که نخوردید بیرون، ما غذا درست کردیم. حله، پس منتظره میتونیم بیاید. یه آش پختیم. نه یه آش پختیم، همه چی هم هست، دوغ ماست، نه همه چی هست. حامد چیزی نمی‌خواد، خودت بیا داداش. بیا چی؟ من و مرتضی محمد با هم پختیم، نه بیکار بودیم گفتیم بپزیم. حامد اینا کمک دست بودم بابا اینا. از البته زحمت ها مرتضی کشید. من فقط هم زدم. بیا منتظریم. بیا مخلصم. خدا حاجی چه آشی بخوره. خب اونا بیان سر کاسه رو چیز کن، دست کنید سری. ما میگیم ما خوردیم بچه‌ها. از خالی کن تو. چی؟ بابا بده من اینو. چرا؟ بیارید دیگه. مثلا ما خوردیم دیگه. تو دیگه خیلی واقع گرایی. به خدا. بذار قاشق رو کثیف بس کن. بذار اینجا. یه قاشق دیگه بیا کثیف کن بذار توش. اوه اومدم. بودو. برو در بزن. یه خورده چیز کن. یه خورده بفرش. همین دوربینو بذار لای پرده یه جور که دیده نشه. همین اینجا مونده. چیکار نگی؟ وایس. برو خورده دست بسش. وایس اونجا اینا. تا بیام بالا چیز می‌کنی. اینا بگی ماجی. این 2 تا کاسه سالمه. هیچ چیشون نشه. سالم. حالا جواب داره. به بذار بکن. اینجا بده. یه قاشق تمیز بیار. بدو. آقا شو تمیز می‌خوای چیکار؟ بذار اونا به اونا بخورن دیگه واسه اونا. محمد 2 تا قاشق بیار بذار تو اینا. برو. محمد ببر دوربینو. بذار من یه جور با هم در بیارم. البته نه. چیز کن. بگو تو لنگه جورابت کجاست؟ میگم نمیدونم. بیا محمد همزاد اونجا. قاشق. بیا شروع بشه. کجایی پس؟ کی شما رفتید؟ سلام چگونه؟ کارگاه خریدم. کارگاه. من خوابم آوردم. کجایی هست شما دارید؟ داراش دوستی. آره. 2-3 ساعت نشستیم پای آش. خوابم میاد. فلفلش هم به اندازه است. حامد فلفل زیاد دوست داره. خود یکم بشینیم. یا سه خوردی بخورم. یه ذره اونم بیار واسه حامد. خیلی خوش شد. تمیاد دوران خدمت کنه. یا آش می‌پزم واسه نوش جون. تو زدیم فلفلش به اندازه. فلفلش یکم. اگه دوست داری
من این زیاد خوشمزه نشد. حامد یاد نیست خونه ما اون چیزا رو من درست کردم، سمی بود درست کردم، کدو سود. آتاشقال رو تو رو. ببین آتاشقال درست کردم اما واقعا خوشمزه شده بود. قیافش زشت بود اما خیلی خوشمزه بود. چیا بود توش؟ همه چی تو. تو ببین هر چی تو فکر کنی ریخت توش. یه بارم رسول اینجوری تو شمال درست. نه خیلی خوشمزه. میشه جون. دیوان اصلا به خدا در باز کردن پوست تو صورته. آره من خودم برگام ریخته. خیلی حالم خیلی خوب شد. کجا بودی ها مهدی؟ کجا رفته بودی؟ کجا رفته بودی؟ یه دونه عظیمیه پاساژ جدید باز شده. آن بزرگه، ساختمون بزرگه خوشگله. آره از این مسجدهای بازی داره. رفته بودیم اونجا. خیلی قشنگ شده. تنده ولی خوشمزه است. شما تو دوست دارید من خاطر شخص شما تندش کرد. جات خالی پیاز زدیم. امیرعلی منو دو دست برد. شدن؟ دیگه آقا دست برآورده. بذار اینو بکنم یه دست من لاتی بزنم. آقا من که بعد بیا فیزیکی شرطی بزنیم. شرطی میلیارد. من که شرطی بزنیم هر کی وقت بره 1 ساعت وسط بولوار وایسه. 1 ساعت نه برای عرب بزن. آقا من بلد نیستم میبازم. بیاید بیلیارد بازی کنیم. بیلیاردم که من یه بار بردم برادر. داشتم من یاد میدونم. امروز برو واسه حامدی چیز دیگه بیا بیار. دوباره. خوشمزه است شما. حامد شما چرا همیشه گوشی دستتون امروز گوشی دستتون نیست فقط بره. یا آش آقا درست داشتیم آشپزی می‌کردیم دیگه. یا آش درست کردیم 1000 تا دلیل قرآن باید بیاریم یا ما گشنه‌ام بود و الان به خاطر گشنگی داریم می‌خوریم. نون نخوردیم. خیلی هم خوشمزه نیست. آقا بیا. همین راشم بیار. ببین چی پختیم دوبار می‌خورن. دو کاسه. آره دارم خدمت کردم حاجی. خدا اگه از جولیب دلار فقط تلفیله بریز داداش. غذا پختم. بریز داداش. زنجفیل پختیم. اصلا پختن اصلا کمک کردم. بیشتر هم زدم. اون چیه؟ قدیه. هیچی چیزه. درگه این چیز است باشه است. آره. اون چیه؟ چیز دیگه. میخندی؟ این چیه؟ چی آش برید واسه چی؟ برگه داداش. برگ مو ریختیم. یعنی چی جوره؟ یعنی الان اونو دادی من خوردم؟ مرتضی کی افتادم؟ گمانت سرویس. خوردی اصلا آقا خودمونم از این شوخی برگ مو دیگه مگه چیه؟ الان جوراب توه یعنی انداختی؟ داشت در آوردم گوشم بغل نمیدونم بچه‌ها فکر کنم شوخی انداختن شوخی اصلا حواسمون نبود. یه لیوان آب بذار یه لیوان بیارم. ببخشید من اصلا ندیدم من اینو. من مرتضی چرا حواست نبود؟ اینقدر جوراب تو اینو ندیدی؟ یه لیوان بخور بشوره بره پایین. یه بشیر جواب هم نیستیم یه لیوان بخور. خودش هم جواب من نبود. بابا تو هم خوردی داری میخندی؟ ای یعنی چی؟ یعنی چی الان؟ آخه نمیدونم این کجا ممکنه ما آشپز من میام کنیم؟ آقا مزه جورا چیزه پفک توپق میداد. پفک توپقا یاده همه تو انداختی؟ حالا تو هم پخت. میان خودمونم از من فقط هم زدم. حاجی من جورابه رو گذاشته بودم اینجا خب. به خدا من فقط هم زدم. ایناش خورده بود. من چی شوخی با شما کردم؟ بیشترشو آخه شوخی نخواستیم بکنیم که میگم من خودم هم از ایناش خوردم. ما هم خوردیم دیگه اینا ببین. یعنی چطور شده آخه؟ یعنی چی؟ ببین اگه خوب پخته تقسیم کن 4 تایی بخوریم. جورابه رو. میگم من تا حالا با شما همچین شوخی کردم؟ بابا چرا صدا تو میبری بالا؟ آش درست کردم واسه میگم من خودم هم از این خوردم. راست می ما هم خوردیم چیزی نفهمیدیم. داداش ما هم خوردیم دیگه. چی صدا تو میبری؟ عوض تشکرت دیگه 2 ساعت وایسادم واسه تاش درست کردم. حالا جوراب افتاد. جوراب کردی توش میگی تشکر؟ با خربند طرفی. خودم هم خوردم از این آشه. مگه هر روز داره بروتر میشه. جوراب واسه کردی تو. هیچ چی نمیگم. مگه قصدی انداختم این تو من.
این مرجاب داده اون تو که میگه قدسی انداختم هم زدم تو همزه ندیدی؟ نه انشو در آوردی درش رو یه ذره آب بخور مزه‌شو نفهمی یه ذره وایا گم شدی بابا هشمک فکر کرده مالمکه نبرد بشین اینجا باید بشینی بخوری اونو تک تکی تو باید بخوری باش ما خوردیم باید بخوری جانمو خوردیم نوش جون جان من خوردی؟ خوردم دیگه اینا این دوتا پوشا من دو تا آشنا خوردیم دستم کثیفه میگم آقا این چه گوکاریه میکنی شما؟ آقا چیزی نشده دیگه جورابه دیگه خواستیم به لطف کنیم دیگه من از بیرون اومدم خسته ترکیده ان بازی گو بازی چی آخه؟ کی انداخت اینجا بابا اصلا دو نمیدونم واسه واسه دستم جوراب سوخت. تو حواست نیست میذاری کجا بعد بیافته آقا دادم من شو سر من بود سوختش دست در آوردم شما انداخت فکر کنم داشت با پا داشتی آشپزی میکردی؟ نه داشت پام سوخت آشیل چوشی دسته من از عصبانیت دارم بکنم بکنم دستگیری بردار یه کاسه نفری بتون باش ما خوردیم سیری میگم یه کاسه باید نفری داری بخوری میترکی برو سیری حالا تو خوردی من هم میخورم چیزی نمیشه یه جور دیگه مثلا سیمون بخور بابا به خاطر من حامد بخور دیگه ورزه بشین بخور بابا این چه شوخی با من میکنه من میگم حال روی مناسبی ندارم یه اسنپ باز من بگه من برم کله من برداشت جا میکنم تو قابلمه دام کله تو باید بکن تو سیفون ما رو باشیم واسه آش پختیم بابا باشو بریم اما باشو بریم رابطم ببر آقا تو شوخی گرفت تو هم از این انه خوردی آقا منتی خوشمزه باش سرشو بشو بیا به این خوشمزگی باشو برو بعد بیرون. ما باید داد بریم بزنی بیرون یاله آقا بفرم بیرون خواهش میکنم بفرم بیرون بفرم بیرون بابا بیا برو بیرون میگم من گوشیمو جا گذاشتم برو بیرون بیا برو بیرون بیرون استفاده برو بیرون سوپ واسه هاش درست برو بیرون داداش باشه بابا برو بیرون بیاید بریم آقا سرشو بریم اینه جواب محبت ما بابا چه محبت یه لحظه وایسا. درست کردی چی میزنیش یه لحظه وایسا جنبه داشته باشه یه لحظه وایسا اون لای پرده رو نگاه کن جنبه داشته باشه بابا انت جوراب داری به من میگی لای پرده رو نگاه کن شما بابا دونه واسه هستی بیار نشونش بده بیا تمام ناراضی بیا خدا الکی بود بیا فیلم رو ببین اصلا جوراب تو نخوردی اصلا جوراب بعدن چی بود؟ بیا خدا سر شاید حالت تغییر اول آشار کشیدیم تو فیلم هم هستش اول آشار کشیدیم آخری اینقدر بعد برداشتیم جوراب رو انداختیم تو من اونقدر که آش خوشمزه بود از دماغم در آورد خدا جوراب توش نبود اولش ما برات کشید من تا آخر خوشمزه خوردم تو هم حتی میدونست تو میدونستی؟ عجب آدمی هستی 2 سال همه رو داری اذیت می‌کنی عجب آدمی ما جدیداً راهشو پیدا کردیم چیکارش کنیم خدا رو شکر نسوختم خدا رو شکر نسوختم هر روز دارین تلافی میکنی؟ یادت من فیلم بردار بودم انداختی تو آب منو خوش بزین و یه زین بپوش من جنبهشو دارم ولی خسته بودم گشتم بود من حالم واقعا به هم شما اونجا بالا آوردی خدا جای هم به هم خورد حالا اونجا چقدر به من حالا اونجا ما تو دادی، سس ادویه دادی. انقدری از این زورت مسیکیا زورت مسیکیه چیه اینا خورده بودیم 2 تا ظرف نفری همه رو بالا آورد حالا بالا آوردنش بکنم اون پولی که من داده بودم به اونا آخ خیلی نامرد بیا اینه قرار تو کانال بیا بیا دستو دیاب بزن صورت قرمز جای شد که اینجوری بعد اونو بکنه بگو لایک کامنت سابسکرایب یادشون من جاش میام لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره اگه دوست دارید بیشتر آقای تبریزی رو اذیتش کنیم حتما تو کامنت ها بو کن کلمه منم کرد تو قابلمه اینم بده بو کنه ازش بوی بده بو کنه داری جو باز ایوب بعد مزه بود اینو بخور بعدم میاد نکن کله من کرد تو قابلمه اینم تلافی تلافی چی جوراب کردم تو آش به تلافی داره جورابه رو نخوردی که بعدش کرد کلاتو کردم تو قابلمه که آشی بود که خودت پخته بودی دیگه جورابه قطع کن آقا قطع کن دیگه